نیست. گوشی افتاد. ایشون مسعوده، من علی. تا ویدیوی بعدی سیکتی. 2 دقیقه تر نزن دیگه. آره ولی نظرم یه پازش. آره تا نریده تو چیزی. بیا بالا. سلام، من مسعودم. سلام، من علیم. اینجا روی میزه. سلام، امروز اومدیم با بچه‌های رومیز اپیزود 3 هستیم و موضوع امروزمون در مورد این هستش که چالش‌های تنهایی زندگی کردن و چالش‌های با خانواده زندگی کردن چطور هستش. بس میسپارم به بچه‌ها ادامه میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خیلی مخلصیم. حالا اول ویدیو بگم به نظر من تا اینجای کار تنها بودن فریکه. و یه چیز دیگه که خیلی توجه داره، این داستانش چیه؟ بلای عزیزم، بلا جان تو سختار بنده است بچه‌ها. خیلی کنید نگاه بد نداشته باشید. یه خورده من چی میگن اجتماعی ما، یعنی تریپش زیاد چش بد نداشته باشید. خب بریم. چه بحث باحالیه. آره از اونجایی که تو تنهایی تو مجردی زندگی میکنی، من با خانواده، به نظرم میتونه بحث جالب باشه. چیز سبک زندگیمه. اوه مای گاد. خب حالا بگو ببین تجربیات چیه؟ از چی بگیم؟ یه چی رو ببین سختیاش نظرت چیه؟ چه سختیایی خیلی جذاب برای من که دوست دارم مثلا تنها باشم؟ چه سختیایی داره؟ ببین سختی ها تا یه جاییه. از یه جایی به بعد اگه رو خودت کار کنی، یه خورده یعنی سعی کنی با اون تنهایی حال کنی، دیگه چیزی سخت نیست. مثلا من با ظرف شستنم هم حتی حال میکنم. بعد چیزی که سخته یا مثلا یه مدت طولانی تو خونه تنهایی کسی نمیاد سمتت، یه ذره اذیت نمیشی؟ یه خورده، چون از اونجایی که بیشتر تایم تو فکر کنم تو خونه میگذره. آره ببین آخه سوال یه جوری بود که قرار شد تنهایی چجوریه، ولی خب مثلا تنها بودنه یه خورده اذیت میکنه. به قول تو فریکه. آره بیشتر اذیت کردنش همین تایم طولانی تنها بودن است. اگه نه بقیه چیزا اوکیه. حالا یه داستان دیگه که هست، منی که با خانواده زندگی میکنم اینجوریه که خیلی شلوغ بودنه تو مخه. خب بعد از یه طرف تنهایی بازم رو مخه. حالا چیکارش کنیم؟ اینم تو در نظر بگیر. هر کسی هر چیزی که نداره دنبال هم. آره چیزی طبیعیه. آره ولی آره من خودم هم از شلوغی کلا فراریم. یعنی ته مهمون دعوت کردن دیگه بشن 4 تا 5 تا دیگه 6 تا بشن دیگه دوچار مشکل میشیم. آره ولی مثلا چالش که مثلا غذا درست کردن اول برام چالش بود. یادم من کار با لباسشویی برام چالش بود، خرید کردنه. ولی خب به مرور اینا خودش حال میده. آره آخه حالا دقت کرده باشین سنمون که پایین‌تر مثلا با خانواده زندگی می‌کردی فکر کنم تجربه رو داشتی. مثلا مسعود برو فلان چیزو بخر، میرفت مخت ای بابا باز باید برم خرید. ولی اینجا دیگه مجبوری، باید پاشی بری، اگه نری از گرسنگی میمیری. اصلا اینه. ولی چالش با خانواده زندگی کردن ولی چالش خاصی به نظر الان خونه صبح بیدار میشی چیکار میکنی؟ ببین من صبح بیدار میشم که روتین چجوریه؟ کج اولین کاری که میکنم با هیچ حرف نمیزنم، میرم سرویس. روتینمو انجام میدم، دستوراتمو میشورم، میام اسواک میزنم، میام بیرون. تا قبل از اینکه غذا نخورم واقعا با هیچ حرف نمیزنم. جدی خیلی کم. مثلا مامانم اینجوری خب چیکار میکنی؟ چه خبر خوبیه؟ بذار غذا تا غذا نخورم لود نمیشه. عادتمو میدونن. نه من اصلا صبحونه ای نیستم. ولی خب مثلا صبح بلند میشم، اول میام دستگاه روشن میکنم، بعد میرم غذای بچه‌ها رو بدم. سبک زندگیمه دیگه من عادی شده برام. آره میرم غذای بچه‌ها رو میدم و بعدش دیگه آره تا یه قهوه بخورم، یه خورده
چی میگم ویندوز بالا بیاد تر بیفتم و این صبح بلند میشم دوست دارم بچه‌ها رو تیکه پاره کنم مثلا بی‌عصاب ترینم من سر صبح. آره ولی چه تصویری میبینی تو خونه بیشتر؟ یعنی چی؟ یعنی چه یعنی چیزی مثلا پرتکرار اتفاق میفته؟ مامان و خواهرم تو اینجوری آشپزخونه؟ نه کاش تو آشپزخونه بودم. غذا که تعطیله کلا. چی بشه؟ سلام آقا فیبی. خب مهمان ویژمون بچه‌ها قرار نبود فیبی الان بیاد ولی خب اومد دیگه ولش کن. خب آره چی داشتم میگفتم؟ ببین اینجوری آره این صحنه پرتکرار رو من میبینم که همش تا من کنترل تلویزیون میبینم ساعت فلان میخوایم فلان سریال ببینیم. بعد من اینجوری هم که 5 دقیقه بذارید من 1 ساعت تلویزیون مثلا یه فیلمی ببینم یه چیزی پیگیر سفت سریالای جن. بعد من اینجوری خب غذا خودش درست کن. یعنی عملا هیچ فرقی نمیکنه تو غذا درست کردن هیچ فرقی نمیکنه. منم که چون گشاد تپ 2 تا تخم مرغ یا علی هستم عادت بندش بره اینجوری. تو چه تصویر پرتکراری می‌بینی از خودت؟ از خودم این چه کاری هی تکرار می‌کنی تو بیشترین تکرار تو بیشترین تکرار همش دارم گلا رو نگاه میکنم. یعنی من در طول روز بکنم مثلا 4 ساعت 5 ساعت فقط اینو چک کن برو بعدی. بعد من حداقل فکر کنم حداقل 30 تا گل دارم خونه حداقل. نه بیشتر 40 تا فقط ژمینو دارم. اون ژمینو رو تا 60 حساب نمی‌کنی هیچ وقت چیزش نیست. یه 50 60 تا گل دارم هی میام دونه دونه اینو چک کن اونو چک کن. حال میده. آره اصلا ارتباط با بلوگیا خیلی یهویی من وارد این قضیه شدم ولی بهم حال میده. حالا این یه چیز سلیقه‌ای و شخصیه ولی خب به من حال میده. و آره غذا درست کردنم من خیلی دوست داری تو حال میده. من خونه این تایم ایدی من خونه خب یه تایم تنها بودم واقعا غذا درست کردن بهم حال میده. پا میشدم غذا درست میکردم مامان مثلا یه روز تا خانم فیلم بردارم پیشم بود اینجا برداشتم. شما با خانم فیلم بردار داستانی داری فکر کنم. اونش بماند اونش حالا بعداً میفهمیم. یه برنج کته درست کردم زدم به سیخ وعده لوری. حالا تو خیلی گوشت دوست نداری ولی مثلا نه اصلا من کته باز نیستم. توی این من برنج نباشه سیر نمیشم ولی توی این تایم مثلا غذای کته باز نیستم. هر کسی سلیقه‌ای داره. سلیقت ریدم. مثلا توی این تایم غذای یه کوچولو گیاهی طور درست کردم خوردم. کلا حال میده آشپزی وقتی تنها یعنی میدونم 0 تا 100 خونه تنها و انتظاری ندارم که کسی غذا درست بکنه خودم اوکی پا میشم حوصله میذارم وقت میذارم غذامو درست میکنم. ولی کسی باشه کونشو ندارم. ویژیتریان بشم و دارم. تو خیلی آره تو خیلی داری مثلا با گوشت و مرغ هیچی ارتباط نمیگیری. ولی من یعنی هم مرغ و گوشتی هم که میگیرم یعنی اگه فکر کنم بچه‌ها نبودن همونم نمیگرفتم. خیلی کم تو می‌خوری. یعنی کنار غذا یعنی کنارش چیزی نباشه خالی اصلا. یادم یه سری رفتیم استیک مرغ بود تازه استیک گوشتم نبود گوشت قرمز. 2 تا 3 تا چنگال خالی خوردم دیدم بعدی رو بخورم همونو بالا آوردم. در این حد فجیعم. آره اصلا میونم با گوشت خوب نیست. حالا یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که خب تو وقتی توی خونه زندگی میکنی که خب خانواده است یه ارتباطی میگیری یه عشقی میورزی هرچی خب خارج از این بحث که تو تنهایی چیری اینو تخلیه میکنی احساس تو خالی میکنی؟ ببین بیشتر اوقات چون اصلا آدم بیرون برویی هم من نیستم یعنی خیلی کم بیرون مجبور باید باشی. آره مگه اینکه بذارن اینجا برو یکی بگه بیا یعنی خودم نمیرم جایی هیچ وقت مگه اینکه دیدی که مثلا زنگ بزنی بیا بریم مثلا فلان جا که بیام. یعنی جوری نیست هیچ وقت من جایی باشم زنگ بزنم یکی بیاد چون همش خونم. و این تایمو من بیشتر با خودم وقت میگذرونم. یعنی من چون از اون بر خوره نظم دارم مثلا خونه رو جارو میکشم غذا درست میکنم. مثلا من اوضاع اینجوریه که من خونه حتما
باید غذا درست کنم که بخورم. یعنی اینجوری نیست که آقا یارو مجرد خونه باشه میگه که ولش کن یه دو تا تخم مرغ میشکنی تموم شد بره. نه، من باید یه چیزی درست کنم. بعد نه که تکراری و هر سری هم یه چیز. الان پتانسیل اینو دارم یکی بیاد قشنگ منو بگیره. آره وقتش شده. آره بیشتر اوقات با خودم وقت میگذرونم. ولی خب از اون طرف هم تو مخی اینو اصلا نداری که حالا بیشتر خانواده که سخت گیرن آی کجایی، دختر پسر هم نداره، بذار منسوخ شده ولی خب هنوز هست که آی کجایی، کجا میری، با کی میای، با کی میری. یعنی که واسه خودت، واسه خودتی. آره این به نظرم پوینت نکته خیلی مثبتیه. ببین تا یه جاهای خوبه ها. من آخه از همه به دورم علی. من با فامیل هیچ صحبتی ندارم، با خانواده هیچ صحبتی ندارم، یعنی فقط خودمم. با فیبی اینا فکر کنم بیشتر حرف میزنم تا خانواده. این احساس کنم خیلی خوب نیست این قضیه. نه آخه از یه طرف هم بده وقتی فشار میاد روت هی فلان کار تو چرا اینجوری. دیدی خانواده ایرانی چیرین هی فیلیک میزنن روی چی، تو چرا اینجوری، چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو نمیکنی، چرا مثلا هیچی نشدی، چرا این مثلا نمره رو حالا سن پایین‌تر گرفتی. فکر کنم بذار زندگیشو کنه. و خب از این بابت تو یه ذره اعصابت آروم‌تره، یه سری دغدغه‌ات کم میشه. البته ببین من این موضوع رو دورادور دارم ها. مثلا من پدرم کلا خیلی علاقه خاصی به نصیحت کردن داره. پدر ایرانی پیووی پدر ایرانی. آره من این موضوع رو دورادور دارم. یعنی زنگ میزنه حال میپرسه یه چیزی رو حتما باید یه نصیحتی توش داشته باشه. یه چیزی باید بگه که گفته باشه. حتما باید بگه. آره. خب عمدتاً تو اینکه هر روز ببینیش، هر روز بخواد یه چیزی بهت بگه، خب خیلی راحت‌تره اینجوری. پشت تلفن تو جوزش هم کمتر می‌کنه. آره. واقعیتش یه سوالی که ذهن منو درگیر کرده اینه که خب مسعود تو قطعاً تنهایی زندگی می‌کنی، یه کوچولو مشغله فکری بیشتری داری نسبت به علی که حالا داره با خانواده زندگی می‌کنه. مثلا هندلینگ کردنش، آیا فلان چیزو ندارم باید پوشم بگیرم، اجاره ما هم چجوری بدم، سر کارم چجوری هندل کنم. اینا خب قطعا خیلی برات مشکل برانگیزه. فهمیدم چی میگه. یه جورایی میشه گفت ترسم. آره ترس که خب آره. خب اینو قضیه رو بذار اینجوری بهت بگم که بستگی تو چجوری ببینیش. آره. خب تو اگه بخوای برای خودت سخت کنی خب قطعا جر میخوری. خب زندگی کردن با خانواده‌ام همینه. اینجوریه که من سعی میکنم باهاش حال کنم. میگیری یعنی اوکی اون خریده، اون اجاره، نمیدونم تو مخیه قبض آب، قبض برق، نمیدونم بیا کولر رو نصب کن، این خراب شد، اونو درست کن، فلان کن. من دونه دونه اینا رو بخوام مثلا واسه خودم تو مخی کنم که سرویس میشم، ولی سعی میکنم باهاش حال کنم دیگه. مثلا اون خریده دیگه چون روون افتاده توم، مثلا سعی کردم باهاش حال کنم، نه الان برام لذت بخشه. یعنی مثلا میرم این بازار روز اینجا خیلی بهم حال میده. آره برم خرید کردم با اینکه مثلا برم بعد کم کم من هر سری میخرم، یعنی میرم تازه میگیرم پیاز سیب زمینی مثلا میرم کم میخرم ها، ولی اینکه هی برم بخرم و دوست دارم. خوشم میاد. آخه یه چیزی هم از تو اون عادتی که داری تو خونه این بیرون رفتنی ذره فکر کنم حالتو عوض میکنه. این که میری مثلا حالا تو اجتماع دو سه نفر میبینی سلام علیکی مجبوری باید بکنی دیگه. ولی خب این چالشی که میگی خب تو زندگی با خانواده هم هست. هر چقدر تو مخش هر چقدر بیشتر بکنی تو مخ خودت بیشتر اذیت میشی. یعنی میشه طرف مثلا پدری مادری چیزی همه چی به دیدگاه خودت تو مخی بهت بده، ولی تو میتونی راحت هضمش کنی. یعنی من اگه لنگ اجاره خونم باشم، ناله هم کنم لنگم، خوشحالم باشم لنگم، هیچ فرقی نمیکنه. آره دیگه تا واسه خودت سختش کردی. آره تو چجوری ببینیش. خب یه سوال ازت بپرسم علی، چه چیزی تو خونه مثلا خیلی اذیتت میکنه که میگی وای بذار جداشم، کاش جدا بودم؟ ببین خیلی اصلا تحت این فشار نبودم که وای بذار جدا شد. تو عصبانیت مثلا بحث پیش میاد، تو هم با هر کسی میتونی بحث کنی، پیش میاد، طبیعیه. ولی چیزی اونقدر تو مخم نرفته راستشو بخوای که مثلا اینجوری باشم دیگه من قراره جدا شم.
چون از این طرفم خب حقم دارم، چون یه ذره ارتباطه با خانواده اوکی، اونقدر سخت نیست، آزادی‌ها رو به اندازه دارم. دد تو من خیلی دوست دارم. آره خیلی دد. خیلی راحت کنار با همه چی. یعنی سر سیگار کشیدن من خب تو پدر ایرانی سیگار میکشی غلط که داشت سیگار میکشی من بگو حالا چه انی هم هست همون حالا چیز خوبی که نیست قطعا، خب ولی خب حالا یه عادتی کردیم، به نظر من عادت خوبی نیست، ولی خب دیگه توشیم دیگه. من خودم دوست دارم ولی خب عادت خوبی نیست، به بقیه بگی نمیام دست یکی دیگه بگم بکش، ولی خب میگم با این کنار اومدن. یا مثلا من حرکتی می‌خواستم بزنم تاتو می‌خواستم بزنم اوکی برو بزن. ببین اونقدر سخت نیست برام کنار اومدن با خانواده. بعضی وقتا میشه یه جر بحثی میشه اینجوری هم که فعلا بذار خونه برم بیرون چون اخلاق خودم هم میشناسم، یهو تند برخورد میکنم بعد 30 ثانیه بعدش میگم گو خوردم مثلا با همینم دیگه. نه من آخه بابام کلا اینجوریه که یعنی با همه چی انگاری مخالفه، یعنی تو دهه 50 انگاری استاپ کرده بابای من. و آره اینم بگم به نظرم همیشه باباها واقعا مقدس نیستن. من بابام واقعا تو مخه، خیلی بد جا اذیت میکنم و باهاش زندگی کردن برای من سخته. یه چیز باحال بگم سر این روی این میز راستشو بخوام دو تا جناح کاملا متفاوتی ولی دقت کنی خیلی نکته باحالیه. میگم تو بابات خیلی خوبه. آره. تو بابات خیلی ایزیه. آره الانم چند وقت نیست دارم واقعا براش من یادم من تیشرت میپوشیدم عکس داشت چی به من بگه خوبه، به من میگفت که مثلا این یا عکس اسکلت فکر کنم روش بود که هدفون داشت، به من میگفت این ماله نمیدونم کدوم فرقه است که تو میپوشی. حالا ببین یه تیشرت رو به کجا ربط داد؟ به فرقه نمیدونم گوزو به شقیقه قشنگ ربط داد. من اوایلش خب ببین یه ذره سختگیری بوده واسه من، نه که بگم از همون اول آزاد هر جوری دوست داری واسه خودت، یه ذره سختگیری بوده که واقعا فکر می‌کنم به جا بود، واقعا به جا بود. یعنی من مثلا تایمی که خیلی سنم یه ذره پایین‌تر بود یه سری لباسا رو خب اجازه نداشتم بپوشم یا بخرم، ولی خب بعدش دیگه گفتش بزرگ شدی و برو غلطی داد به منم هیچ ربطی نداره. نه ولی خب من اینجوریه که به قول یارو گفتنی قبولش کردم، یعنی قبول کردم که بابای من همینه. آخه چون نمیتونی کاریش بکنی. آره دیگه به قول یارو گفتنی من مسیرمو جدا کردم اونم مسیر خودشو داره میره، با هم دیگه داستانی نداریم الان ها، ولی خب کنار هم نمیتونیم خوب باشیم. آره چون آخه نمیشه دیگه، مثلا تو طرز ذهن مثلا دهه 50 تو توقع داری مثلا من اونجوری رفتار کنم، نمیشه. بابا 404یم. آخه با یه حس آزادی هم بدی دیگه، هر چقدر بیشتر به نظر من این نظر شخصیه. لحظه با خودم فکر میکردم اگه مثل این بچه‌های تو پارک هستن کله رو صورتی میکنن، اگه اونجوری من لباس میپوشیدم و تیپ میزدم چی کار میکردم؟ این هنوزم واسه من شاید خط قرمز باشه تو خانواده‌ام، ولی خودم هم دوست ندارم. خودم تا حالا فکر نکردم وای مثلا من موهامو فلان رنگ کنم مثلا فلان حرکت بزنم، حال نمی‌کنم خودم. من یه بار موهامو رنگ کردم فکر کنم کم بود توسط پدرم کشته بشم. یه موضوع دیگه که من میخوام اضافه کنم من بیشتر دیدم اینه که یه سری آدما یه سری از جوان‌هامون اینه که میان برای اینکه از خانواده جدا شن یه سری کارا میکنن که شاید زندگی خودشون خراب بشه. میتونه این باشه که دانشگاهشون رو میبرن شهر دیگه، ازدواج میکنن یا اصلا خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه. آره یعنی به خاطر خانواده این کارو به خاطر اینکه کنار هم دیگه نباشن. خب این به نظر من فشار زیاد میاد دوباره برمیگرده به همون موضوع اصلی. چون من خودم هم این کارو کردم. آره. چون هر چقدر بیشتر فشار رو می‌خواستم اینو بگم، هر چقدر بیشتر فشار روت باشه تو بیشتر کشیده میشی سمت اون چیز. مثلا یه سری‌ها به خاطر اینکه خانواده دست از سرش برداره یا چند ساعت یه حال دیگه‌ای داشته باشه میرن سمت چه چیزایی که نباید، میرن سمت اعتیاد و اینا. به نظرم اون سختگیری بجاش لازمه ولی تا یه حدی، نه که انقدر محدودش کنی بگی ای بابا گیره چه خانواده مزخرف گوسوشری افتادم ولم کن بذار من فقط برم دور شم،
یا مثلا برم یه محل کاری انتخاب کنم اون سر دنیا که فقط اینا رو نبینم. برای همینه من خودم هم مثلا با بچه آوردن بچه داشتن فعلا اصلا کلا مخالفم، اصلا دوست ندارم به هیچ عنوان. بلای عزیزم به هیچ عنوان بچه نه اصلا. یعنی حاضرم 10 گربه رو بکنم 10 تا ولی بچه نیارم. اصلا خودم هنوز خیلی جای کار دارم. اصلا یه چیزی خیانتیه در حقش. آره وقتی بچه دار میشه خب یه مسئولیت خیلی سنگینی رو به گردن گرفتی. یه آدمی که تو به وجودش آوردی قرار نیست همون طوری که تو دوست داری باشه. میتونه خط فکر دیگه داشته باشه. این که تا یارو رو سرکوب کنی، مثلا توی موضوع چجوری بهت بگم، مثلا امتحان داره تو بیای امتحان رو کم گرفت یا حالا اصلا قبلش بیای همش سرکوبش کنی که چرا کم گرفتی، نمیدونم چرا درستو نمیخونی فلان نمیکنی، بزنی تو سرش. آره به جای اینکه مثلا این کارو بکنی مثلا بیای بگی که اوکی تو امتحان الان ریاضی داری، تمام تلاشتو بکن برو، ولی اگه کم گرفتی بازم اوکی مهم نیست ما هواتو داریم. حالا این میدونی چقدر رو طرز ذهنش. حالا میدونی بابا من چی بام کنار اومد سر این قضیه؟ من سال 9 10 اینا بودم، اون براش گفته درس نمیخوندم خیلی راستشو بخوای، یعنی شل کرده بودم هر چی شد دیگه. میومد بهم میگفت ببین من نمیخوام ازت مثلا 20 بگیری 19 بگیری، تو فقط در این حدی که پاس کنی کافیه. تو فقط یه نمره بگی معمولی، قرار نیست همه بشینن مثل چی درس بخونن. اون فشاری که میذاری رو اون بچه بعدن تو زندگیش تاثیر میذاره. بعد همین طرز فکر بابای من با بابای تو رو نگاه کن. خیلی بابای تو این حرفو زده من یادمه. من بابام منو فرستاد برم نونوایی کار کنم که به حساب 5 صبح بلند شم که پشیمون شم برم درسمو بخونم، ولی من انقدر فشار روم بود که ترجیح دادم همون 5 صبح بلند شم برم نونوایی کار کنم ولی درس نخونم که همونجا شد که من درسو گذاشتم کنار. مثلا برعکس همین اتفاق افتاده منتها با توجه به این برخوردی که داشته باعث شده که الان مثلا من لیسانس میخونم، یعنی الان دانشجوام میرم کلاسامو میام امتحان میدم. و برخورد شماها مادر پدرها واقعا تاثیرگذاره. یعنی حالا میگن 1 تا 7 سالگی شما هرچی پیش بیاد ادامه زندگیتون شما همون روند رو طی میکنید با اون چیزایی که تو اینجا به خوردت دادن. ولی آره یکم سعی کنید بهتر باشید. ولی این موضوع الان خیلی بهتر شده. آره خیلی با توجه به تغییر نسل و سوشال میدیا و اینا خیلی بهتر شده. این ویدیو رو هم بفرست واسه مامان بابا. حالا که اینجوری شد این ویدیو رو میذارین روی اینستا بفرستید واسه مامان بابا. آره خلاص انقدر سخت نگیرید، زندگی 2 روزه آخرش میاد. ولی تنهایی زندگی کردن حال میده به نظر من. آره خب اینکه یه کاریو ببین، اینکه یه کاریو واسه خودت میکنی یه قدرتی بهت آره میده. اینکه لعنتی من خونه مال خودمه، نمیدونم وسیله ها رو دونه دونه بخری، همیناش خیلی حال میده. آره بخوایم یه بکی هم بزنیم به ویدیوی قبل، اینکه اول خودت دوم خودت سوم خودت، واقعا خب این چیز تاثیر میذاره تو زندگی دیگه. تو هر کاری داری میکنی واسه خودت داری میکنی ولا غیر. یعنی هر کاری داری میکنی وسیله میخری، چه میدونم لیوان میخری، میری چه میدونم تنقلات میخری، هر چیزی میخری واسه خودت داری میکنی و این خیلی کمک میکنه به عزت نفست، میاره اصلا لولتو میاره خیلی بالا. اصلا به نظر من آدمایی که تنها زندگی میکنن خیلی قوی تره. آره. چون یهو مثلا یه بار عجیبی و مثلا دارن تحمل میکنن، حالا نه بار سنگین چیزی بیاد بگم بد، ولی خب اون کمک میکنه. میدونی تو مسیر تو نیاز داری به اون سختیه که کشیدی، تو مسیرت نیاز داری. به نظرم این خیلی کمک میکنه. من خیلی راضیم. من همیشه کلا خونه برام خیلی مهم بوده. با چیزی هم که هست. آره یه نتیجه کلی که بخوایم راجع به بحث این سریمون، خیلی
بحثمون یعنی راجع به اون موضوعی که حرف زدیم خیلی نبود ولی خب مرتبط هم بود. آره ولی نتیجه گیری کلی به نظرم اینکه پدر مادرها خیلی تاثیر دارن توی چیز. واقعا اینقدر سخت نگیرید که ذره ایزی راحت‌تر بهتره. اون بچه اگه بخواد بگاه بره میره تو کاریش نمیتونی بکنی. هر چقدر سخت گیرتر باشه مثلا بیشتر میره تو کثافت و لجن گو. و همین امیدوارم خوشتون اومده باشه. اینم بود از قسمت سوم. درسته؟ ویدیو سوم بود. شده که لذت برده باشید دیگه. مهمونمونم که بلای عزیزم زید آقا مسعود بود. دافی. بعد همین دیگه. من مسعودم. من علیم. اینجا روی میز تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.